بچا شما چیزی از برندهای لباس سر در میارید؟ میخوام خرید آنلاین کنم، نیاز به کمک دارم. داداش من خودم اورجینال پوشم، بده راهنمایی کن. الله نمیدونستم اینجوری. بیا داداش چیز از این برند زهرا خرید کن، اینا کیفیتش خیلی خوبه، یه حمایت از کالای داخلی هم میشه. چی داری میگی بابا؟ زهرا که دختر همسایه‌تونه، این زارای آبرونو بردی. بده من آخه تو از دنیای فشن چی میگی؟ بلد نیستی واسه چی میگیری؟ اسمش خیلی شبیه هم بود آخه. ببین من همیشه این خرید میکنم. بیا برو این داوود جون خرید کن، تازه جدیدن یه پرس پلو هم داره بغلش اضافه میده، خیلی عالیه. جدی میگی؟ داوود جون هم کیفیتش خوبه، راست میگه. داداش شیطانا گند زدی به صنعت پوشاکه. اولا این داوود جون نیست و دیوید جونزه، بعدش هم پلو غذا نیست که، مارک لباسه. او هم یارو که با دسته بیرو خر نشسته است. کارتون نیست شما بابا. حالا این سایتی چی ازش خرید میکنه؟ همش خارجیه که. آمازون دیگه. برو قرآن وضعیت اقتصادی این خارجی‌ها رو نگاه کن، رفتن لباساشون رو وسط جنگل حراج گذاشتن دارن میفروشن. خیلی خرابه. داداش جنگل نه، سایت آمازون. 17ام 18ام روز پرایمری آمازونه، همه جنساش 70% تخفیف داره. بابا میتونی با اپلیکیشن و سایت ایرانی کارت هر کالایی که میخوای سفارش بدی، دم خونه تحویل بگیری.